بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که حال شما خوب باشه و هیچ گونه مشکلی ناراحتی نداشته باشید. میخوام در رابطه با حالا میشه گفت نسخه یا اینکه یه راهنمایی، ولی خب جامعه یک روش خیلی قویه که میشه اکثر بیماری ها مثل یبوست، مثل عفونت های داخلی، مثل درد مفاصل دیگه، حتی نازایی، رطوبت بدن، رطوبت رحم، ترشحات رحمی، سرماخوردگی، پارگی لبها، خشکی لبها، خیلی چیزهای دیگه هم حالا حضور ذهن ندارم، ولی کاملا یک نسخه قوی و محکمیه. شما چند تا سیر رو میارید و این سیرا رو با یه حالا میخ خیلی ریزی سوراخ میکنید به طوری که از کامل، یعنی از جایی که میخ رو رد میکنید از اون ور باید در بیاد. یکی دو تا سوراخ داخل این سیر ایجاد میکنید و میذارید توی یک ظرف، یک شیشه، حالا شیشه های مربایی، شیشه های عسل. بعد روی اونا روغن زیتون میریزید و میبندید تقریبا یه 48 ساعت الی 72 ساعت. اینو میذارید یه جایی که بمونه. بعد هر شب یه قاشق چایخوری از این روغن رو میریزید تو نافتون، میریزید و دورور ناف رو میمالید با انگشت، ولی داخل ناف رو دست نزنید، باید داخلش اون روغن بمونه، روغن زیتون. بعد از اینکه اینو انجام دادید و میخواین بخوابید، یه حالا پلاستیکی، چسبی، چیزی میزنید که نریزه تا صبح بمونه. شما 7 روز اگر ادامه بدید به این کار، منظورم این نیست که فقط 7 روز رو بذارید کنار، نه، 7 روز که گذشت متوجه میشید به معجزه‌ای که ایجاد شد توی بدنتون. انشالله که نتیجه خوب بگیرید. امیدوارم هیچ وقت احتیاج به هیچ نسخه‌ای نداشته باشید. فقط خواهشاً دوستانی که استفاده میکنن بعد از چند روز اطلاع رسانی بکنن که چطور بوده، چه نتیجه‌ای دیدن، چه نتیجه‌ای گرفتن، که ما هم بدونیم و به بقیه هم اطلاع بدیم. ممنونم که به ویدیوها توجه میکنید. خواهشاً به اشتراک بذارید، برای دیگران بفرستید. تو هر ویدیویی شاید 5000 8000 10000 نفر میبینن، بیشتر از 100 نفر لایک نمیکنن. اگر دیدید به دردتون میخوره، یه لایکی که ما هم دلگرم باشیم. حالا من نه نیاز به لایک های زیاد دارم که مثلا بخوام کسی به اصطلاح بگه که فالوور زیاد داره، نه، برای من فرقی نمیکنه. ولی خب به هر حال برای دلگرمیه، من نه تبلیغی میکنم نه چیزی. به هر حال ممنونم. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. خدا نگهدار.